سلام علیکم برادران. در کانال ما گذاشتن رو فراموش نکنید. کانال ما در یوتیوب دوستانی الله می باشد. دستگیری شما پیشروی ما است. امروز من افتخار میکنم که مسلمانم. وقتی بعضی از مردم از گوش کردن موسیقی با صدای بلند در خانه و ماشین هایشان خجالت نمیکشند، چرا من از گوش کردن قرآن در خانه و ماشینم خجالت میکشم؟ وقتی پسران از چیندن ابروی خود و بند انداختن به صورتشان خجالت نمیکشند، چرا من از گذاشتن ریش خجالت بکشم؟ وقتی دختران از نشان دادن زینت و اندامشان به مردم خجالت نمیکشند، چرا خواهر من از پوشاندن بدنش و رعایت حجابش خجالت بکشد؟ وقتی پسران و دختران تقلید از هنرپیشگان فاسد غربی خجالت نمیکشند، چرا من پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب و همسرانش خجالت بکشم؟ وقتی مردم از گفتن هر سخن قبیح و فحشا در جمع خجالت نمیکشند، چرا من از یاد کردن الله و رسولش در جمع خجالت میکشم؟ وقتی از تبلیغ شیطان پرستی و هوسرانی دست نمیکشند، چرا من از دفاع اسلام پاک خجالت بکشم؟ وقتی پسران و دختران از نگاه کردن به نامحرمان در کوچه و خیابان ها خجالت نمیکشند، چرا من از نگاه نکردن به نامحرم و پایان انداختن سر خود در نزد نامحرم خجالت بکشم؟ وقتی جوانان فاسد از تبلیغ فساد و فحشا خجالت نمیکشند، چرا من از تبلیغ دین اسلام خجالت بکشم؟ بله، من راضیم که الله پروردگارم است و راضیم که اسلام دین من هست و راضیم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبرم است. بیایید یک صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم